داریم میریم انبار مرکزی برای تحویل دانه‌های آرگانی که سفارش داده بودیم. دانه آرگان دارای امگا 3، 6، 9، ویتامین ای و آنتی‌اکسیدان‌های قوی هست. روغن آرگان از دانه آرگان که میوه درخت آرگانه و در مراکش رشد میکنه به دست میاد که روغنگیری از مغز این دانه آرگان که از پوسته بیرون خارج میشه انجام میشه. امروز 6 اسفند 1403 روغنگیری از مغز دونه آرگان برای برند باخین. این هم روغن آرگان ارسالی هست که داریم بسته‌بندیش رو باز میکنیم. روغن آرگان دارای خواصی مثل ضد پیری، آبرسانی، ضد جوش، ضد اکزما، سوریاسیس و خشکی پوست، ضد التهاب و درد مفاصل است و همچنین مناسب برای خشکی و ریزش مو و قارچ کف دست.